دوستجونای خودم سلام. امروزم یه بافت خوشگل میخوام بهتون یاد بدم. یه ذره اولش پیچیده به نظر میاد ولی ساده است. یکم دقت کنین و تمرین و تکرار داشته باشین. خیلی راحت میتونین این بافت رو انجام بدین. موهاتون رو دو قسمت مساوی تقسیم میکنین. از سمت راست با انگشت اشارتون یه مقدار کوچیک برمیدارین، میارین وسط، نگه میدارین. دوباره با انگشت اشارتون از سمت چپ یه قسمت جدا میکنین. فقط حواستون باشه که از سمت راست که جدا میکنین میارین از روی این دستمونتون میارین وسط، نگه میدارین. از سمت چپی که جدا میکنین از زیر میارین، از وسطی رد میکنین، میدینش به دسته سمت راستی. دوباره یه تیکه از سمت راست از رو میارین وسط، یه تیکه از سمت چپ از زیر میدین به سمت راست. همین کار رو تکرار میکنین تا اینکه فقط یه تیکه مو توی دسته سمت چپ باقی بمونه. وقتی اینطوری شد، این یه قسمت باقی موند، اینم میدین به دست راست و دوباره همون قصه رو تکرار میکنیم. یه تیکه مو از سمت راست جدا میکنیم، میدین سمت وسط، یه تیکه از سمت چپ از زیر میدین روی قسمت وسطی و میدینش به سمت راست. دوباره همین داستان. ببینید دقت کنید تیکه ها دیگه مشخصه، یه تیکه اندازه تیکه ها مشخصه و نیاز نیست شما دیگه خودتون تیکه ها رو با دقت جدا کنید. تیکه ها مشخصه که چجوریه. این مسیر رو همینطوری ادامه میدیم. این تکه آخر رو میدیم به سمت راستی و دوباره
اینم از این بافت امروز. انتهاش هم ست میکنیم. میبینین چقدر خوشگله. امیدوارم از آموزش امروزم لذت برده باشین. اینم از بافت خوشگل امروزمون. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.